سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از چنل توربو گیم. تو این ویدیو اومدیم بهتون یاد بدیم که چطور جیم فری فایر هک کنیم. بله درسته، میخوایم جیم فری فایر هک کنیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو لایک کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین و اگه از آپارات دارین میبینین آپارات چنل توربو، آپاراتمون رو فالو کنین. خب بریم سراغ ویدیو. شما اول به این برنامه نیاز دارین، دیلی فری دایمندز گرید. میرین تو برنامه، وای میسین تا بیاد. بیا. خب ادامه به برنامه رو میزنیم. تبلیغ میاد اولش، یه اجازه میخواد، اجازه رو میدین. خب اینجا میگه دایموند کلکیولیتر داره، دایموند گرید داره. اینجا راه های اینجا بهتون یاد داده که چطور فری فایر حرفه‌ای بشین. میتونین ترجمهش کنین و تبلیغ هم داره نشون میده که یه نمونهش که شاید واقعی باشه. اینجا میگه ماشینا رو توضیح میده کجا هستن، به چه دردی میخورن. اینجا هم تفنگا رو بهتون توضیح میده. اینجا داره تفنگا رو توضیح میده چه قدرت هایی دارن. و این قسمت هم کاراکترها رو نشون میده که چه قدرت هایی دارن. خب اینجا مثلا باید یه تبلیغ ببینین و به این دکمه اسپین بزنین. $25 جیم به من داد الان. اینجا برمیگردین و بعد میتونین اسپین بزنین. همینطور میتونین با دیدن تبلیغ اسپین بزنین. این بار به من 10 تا داد. همینطور میتونین اسپین بزنین تا بهتون جم زیاد بده. خب بریم اون یکی قسمتش رو نشونتون بدیم. قسمت دایموند کلکیولیتره. اینجا بیسیک، نورمال، ادوانسد. اینجا بیسیکش کلکیولیتر مثلا الان و اینجا بنویسیم enter the number of days، مثلا میریم 5 روز. اینجا مثلا میگه اگه دو روز بخوایم $25 2 الماس. یا مثلا می‌نویسیم 100 الماس $1.25. اینجا دایموند قیمت الماس رو میگه بهتون. خب و ببینیم که جای دیگه ای داره برای ویدراب. یه اسپین دیگه بزنیم. دوباره دارم میگم که حتما چنل رو لایک کن. تقریبا هر روز یه ویدیو در مورد آموزش هک جیم فری فایر یا بازی های دیگه مثل پابجی و کالاف براتون میذاریم. خب همینطوری نو میزنیم. خب اینجا قسمت ویدیو نداره، پس نتیجه میگیم که این برنامه فیکه، یعنی که این برنامه جم نمیده. تا پیدا کردن یه برنامه دیگه که جم واقعی بده. خدا نگهدار.